بینندگان عزیز سلام. آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد میکنیم. امروز 25 می است و نخست نگاه میاندازیم به سرخط موضوعها. اعتراف عیبنامه و یا اقرار زیر تهدید و فشار، نشر فیلمی بحث برانگیز مربوط به نارامی‌های آخر در بدخشان. میخواهند که مشروعیت برای به قتل عام خود در ناحیه روشن باشد. ҳалокати дасти кам 19 кӯдак дар ҳамла ба як мактаб дар Техаси Амрико. Ҷо Байден аз мардум хост алайҳи лоббии аслиҳа дар ин кишвар биистанд. ва вазорати кишоварзии Тоҷикистон мегӯяд феълан барномаи зидди буҳроние дар ростои гароншавии нархи орду гандумро рӯйдаст надорад. солҳои пеш $310 як тон гандумро харидорӣ менамудем, аллакай $50 қимат шудааст. баъди нашри филме дар бораи ҳаводиси Бадахшон, фаъолони маданӣ муаллифони онро танқид карда гуфтанд ки хабарнигор Улфатхони Маҳмадшоева ва шавҳари собиқи ӯ дигар дастгиршудагонро бо фишору таҳдид водор карданд ки иттиҳомоти бардурӯғеро ба гардан бигиранд. дар филме ки шаби 24 май бо номи шикасти фитна дар телевизиони давлатии Тоҷикистон намоиш дода шуд, боздоштшудагон гӯё иқрор мешаванд ки барои ноором кардани вазъ дар Бадахшон аз хориҷиён пул гирифтанд. дар видео аз ҷумла Алим Шерзамонов, муовини паймони миллии Тоҷикистон, як созмони дар Тоҷикистон мамнӯи мухолифи давлат, аз таҳризони асосии тазоҳурот дар Рӯшону Хоруғ ном бурда мешавад. ҳамкори мо Мирзонаби Холиқзод дар ин бора бо Алим Шерзамонов суҳбате дошт ва аз ҷумла пурсид ки иддао дар бораи ташкили ҷаласаи онлайнӣ барои барангехтани тазоҳурот то куҷо дуруст аст. шумо ҳама шоҳид будед ки дар он рӯзу соат дар Бадахшон ҳатто ба фикрам дастрасӣ ба интернет ҳам набуд ки мо ҷаласаи онлайнӣ карда бошем ва ин ҳамааш афсона аст ва мо бояд бидонем ки ангезаи чунин парвандабофӣ, чунин пои банда кашондан ба он ва чунин аз мавҷуди чунин ҷаласае чӣ аст. ва бибинед, ангезаи асосӣ аз чунин шакли додани ҳамин парванда дар он аст ки бо рӯзи ба гуфти рӯзҳо задним числон ба тоҷикӣ намедонам чӣ мешавад, мехоҳанд ки машрӯият барои ба қатли оми худ дар ноҳияи рӯшон бахтанд. ببینید بعد این خالباشف میگد که شما گویا از آنها پرسیدید که کی میتوانند تظاهرات رو برگزار کنند، یعنی که خالباشف هم دروغ میگوید؟ با خالباشف من در عمرم از طریق تلفن یا یگان واسطه اخبار تماسی دیگر تماس نداشتم در عمرم. جناب شهرزمانوف، ببینید قبلا طریق الفت خانم برای تشکیل بی‌ترتیبی ها $13,000 شما فرستاده بودید. این دعوا اساس دارد یا نه؟ شما به این چه میگویید؟ یگان اساس ندارد. بنده نمیدونم از کجا همین 13,000 یا نمیدونم کدام رقم دیگری را اینا پیدا کردند، چون که درباره همین 13,000 اینها هنوز از نویبر سخن کرده ایستادند که $13,000 را از امریکا به مردم به این گروه های متشکل جنایی روان کردند و 500,000 روبل روسی را از روسیه یا 1.5 میلیون بود روان کردند. این همان سوم‌هایی که فرزندان بدخشان به خاطر در بدخشان همین عنعنه است که اگر یک برادری با اجل خود به دنیا را ترک کند، خشتبار به این خانواده دست مدد دراز میکنند. یعنی شما مبلغ یعنی $13,000 یعنی شما فرستادید یا نه؟ اینو میخواستم بفهمم از زبان شما. درباره همین 13,000 اینا هنوز از نویبر گفته ایستادند. من که در اروپا هستم، من از کجا میابم؟ این همان شاید همان مردم بدخشان که در روسیه بود. یعنی شما میگید که شما این مبلغ را نفرستادید، همین طوره؟ چون این مبلغ را نداشتم در دستم، یگان بود.
بینندگان عزیز خاطر رسان میکنم که 16 ماه به این طرف وضع در شهر خوروغ و ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان پیچیده است. در جریان درگیری ساکنان ناراضی و نیروهای دولتی در خوروغ و روشن به اطلاع رسمی از دو جانب 10 کس کشته و 27 نفر زخمی شدند. ساکنان روشن میگویند جسد 21 نفر را گرفتند. در تاجیکستان تا 3 هفته می شود افزایش نرخ ارد ادامه دارد. نمایندگان برخی کارخانه‌های استحصال ارد میگویند گرانی قیمت در بازار بیرونه و جاری نمودن محدودیت صادرات در کشورهای استحصال کننده آنها را از ذخیره منبع و ادامه کارشان در تشویش گذاشته است. در این راستا مقامات تاجیک چه چاره میاندیشند؟ در گزارشی برای یوسفی و علیشیر ظریفی میبینیم. نور محمد ارگاشев ساکنی ناحیه رودکی در 1.5 گکتار زمین گندم کشته است. اما چندان باور ندارد که امسال حاصل خوب خواهد گرفت، زیرا این زمین را تنها یک بار نوری مینرالی داده است. پارسال تیراما 275 سوم ده یک نیلچه مچوینه خریدیم. این سال 475 سوم 200 سوم زیاد شد. با این خاطر برای دهقان این سال بسیار مشکل شد. مشکل کشید. آن داروی مینرالی که لازم است دادن نمیتواند دهقان، بر آن سبب حاصل ناکیم موافق دل نمی شود. چه حاصل شود آن را نور محمد در آسیاب‌های محلی ارد و تنها برای خانواده‌اش صرف می‌کند. در تاجیکستان در سال گذشته 2021 بیشتر از 900,000 تن گندم استحصال شده است. با اطلاع وزارت کشاورزی این مقدار برای مصرف اهالی کشور به 7-8 ماه میرسد. استحصال گندم ما گفتیم که از 900,000 تن زیاد است که مثلا یک قسم اینو مثلا یک قسمش برای ذخیره سال آینده کشت تخمی همچون استفاده میبرند قریب 50,000 تن 55,000 تن. یک قسم دیگهش برای استعمال مثلا پرنده و اینا استفاده میبرند و یک قسم دیگهش برای کارخانه مکرون براری استفاده میبرند. قسم دیگرش برای استحصال ارد برامونده میشود که ما پره اینو مثال همین کردنمون کمتر مشکلات است. طلبات ساکنان تاجیکستان با ارد تقریبا 1.5 میلیون تن در سال است. تاجیکستان برای استحصال این مقدار غله زمین کشت ندارد. بنابر آمار رسمی سالانه با تاجیکستان نزدیک 1 میلیون تن گندم وارد می شود که بیشتر از 99% آن به قزاقستان راست می آید. کارخانه‌های کارکرد ارد در تاجیکستان اساساً از گندم وارداتی قزاقستان استفاده می‌کنند. چون این پایبندی یکی از سبب‌های بالا رفتن نرخ ارد و غله نامیده می‌شود. بنابر سبب بلندشوی نرخ گندم یعنی که اگر ما سالهای پیش $310 یک تن گندم را خریداری می‌نمودیم، الان $50 قیمت شده است نرخ یک تن گندم. مقامات درباره حجم ذخیره‌های ارد و گندم با بهانه سری دولتی بودن آن معلومات نمی‌دهند. با گفته کارشناسان نبودن استراتژی دولتی، محدودیت در کشت گندم محلی و پایبندی بازار داخلی از گندم وارداتی سبب آسیب پذیری اهالی از جهش نرخ آن می‌شود. این در حالی است که نان خوراک اساسی مردم تاجیکستان میباشد. بعد تیراندازی مرگبار در یک مکتب در ایالت تگزاس امریکا که با مرگ 19 کودک انجامید، رئیس جمهور جو بایدن قول داد که قانونگذاران امریکا را وادار خواهد کرد قانونها درباره اسلحه را اصلاح نماید. او که عصبانی و عین زمان مایوس به نظر می رسید در این باره روز 24 می در واشنگتن صحبت کرد. جزئیات در گزارش تویری سفر. جو بایدن قول داد چاره‌های قطعی برای قبول قانون‌های می‌اندیشد که هدف آنها منع استفاده سلاح‌های تهاجمی است. پیشتر از این یک نوجوان در ایالت تگزاس با تیراندازی در یک مکتب ابتدایی 19 کودک را کشت. این که یک نوجوان 18 ساله به مغازه سلاح وارد شده و 2 سلاح تهاجمی خرد کار خطا است. به نام خدا به تفنگ تهاجمی برای چی نیاز دارید به جز اینکه کسی را بکشید؟ به نام خدا آهوان در جنگل با جوشن کولر نمی دوند. این بیماری است. تولید کنندگان اسلحه 12 ساله را برای تبلیغ تفنگ‌های تهاجمی صرف کردند چون از آن درآمدی زیاد می‌گیرند. به نام خدا ما باید جرأت کنیم و در برابر آنها بایستیم.
مقامات میگویند در تیراندازی در مکتب ابتدایی در شهر یووالد 19 کودک و یک معلم کشته شدند. بایدن با والدان آنها اظهار همدردی کرد. از دست دادن طفل مثل آن است که تیکه از روح شما را کنده اند. یک تاریکی در سینه شما وجود دارد که شما را فرو میبرد و از آن بیرون آمدن نمیتواند و نفسگیر میشوید. گرگ ابات گوبرناتور جمهوری خواهی تخص گفت که تیرانداز ساکن 18 ساله یووالد بوده است و تیرانداز را افسران پلیس کشتند. گرگ ابات گوبرناتور جمهوری خواهی تخص گفت که تیرانداز ساکن 18 ساله یووالد بوده است و تیرانداز را افسران پلیس کشتند. آنچه در یووالد رخ داد فاجعه وحشت‌انگیزی است که در ایالت تگزاس نباید آن را تحمل کرد. مقامات انتظامی محل و اداره امنیت عامه در تگزاس چاره‌های فوری اندیشیدند. آنها می‌دانند که تیرانداز کی بود و دیگر زنده نیست. در واشنگتن نمایندگان حزب دموکرات از وکیلان مردمی خواستند برای پیشگیری از چنین تیراندازی‌ها اصلاحات به راه اندازند. من اینجا از این منبر میخواهم به زانو زده از شما همکارانم التجا کنم که راهی را پیدا کنید. با ما همکاری کنید تا قانون قبول شود که این حادثه ها کم شود. من میفهمم که همکاران جمهوری خواه من نمیتوانند با هر چیزی که من طرفدار هستم موافق باشند، ولی ما اینجا میتوانیم یک وجه مشترک پیدا کنیم. ایالت تگزاس همیشه با حق داشتن اصلیت تاکید و با آن افتخار میکند. مردمش هم نادرست ادعا میکنند که پرچمش برابر با پرچم امریکا افراخته می شود. جو بایدن روز سه‌شنبه فرمان داد برای گرامی داشت خاطره قربانیان تمام پرچم ها در مؤسسه‌های دولتی نیمه افراشته باشد. حالا میرویم به ولایت ختلون و با فعالیت زنی آشنا میشویم که با آماده نمودن پنیر هلندی مشغول است. قهرمان گزارش همکارانم میگوید به راه ماندن تجارتش مشکلات خود را داشت، اما او اکنون نه تنها زندگیش را میچرخاند بلکه مقصد دارد زنهای دیگر را نیز صاحب جای کار کند. این زن هر روز کاریش را از خرید شیر آغاز میکند. اوغلای عبدالله‌وا زنی از ناحیه جلال‌الدین بلخی مالک دکان تولید پنیر و دیگر محصولات‌های شیری است. اوغلای عبدالله‌وا پنیر هلندی آماده می‌کند. راه یافتن به بازار و پیدا کردن خریدار کاری آسانی نبوده است. اول دخترم قطعی چیکار کردیم؟ همین 10 سوم بریده در رکزک دخترم من سومکه به دستم با گرفته اکا من اینا چشیده بینه من میچشیده‌ایش هم هست بی پول. حدود 30 فروشگاه در دوشنبه و ختلان پنیر بلخ می فروشند. نرخش از محصولات وارداتی ارزان است و مزه‌اش را تعریف می کنند. برای یک زن دهاتی که حالا بازار خود را پیدا کرده است، برای ماندن کارگاهی که تواند درآمد خوب داشته باشد آسان نبود. با گفته خودش بارها ضرر دیده است. یک هفته به مسجد شد، 68 گاوا یک تاش مسجد شد. 3 تن شیر هر روز بینید که 11 روز به هر روز 3 تن شیر ویران شدن گرفت. 11 روز بعد قریب $2000 زیاد. کارمندان کارخانه محصولات شیری محمد جان میگویند که حالا ویران شدن شیر امکان ندارد. تازگی شیر را که از ساکنان میخرند با تجهیزات زمانوی تشخیص میکنند. 5 پارامتر شیر را بسنجه. ترکیب شیمیایی شیر را در ترکیب شیمیایی شیر چند فوز آب، چند فوز آمدن لیچیش چند این سو. پیش از استحصال پنیر اول وضعیت بازار منطقه سنجیده شده است که آیا آنها خریدار می‌یابند یا نه. سیر مثال برای ناحیه ما ضرور چیز است. ما باید که هر یک عائله به همین تشویق کردن. حاضر اینا نگاه کنید خود سیر خوری ناحیه ما یاد گرفت. لایحه یوسعید اوید بر رقابت‌پذیری اگروبیزنس در تاجیکستان به کار چند ساله اوغلای عبدالله‌وا آشنا شده برای رشد کارش 12 عدد تجهیزات استحصال پنیر با ارزش بیش از $80,000 آمریکایی تقدیم کرده است. نقشم همین که 30 تا زنک با جای کار تامین کردن. حاضر تخانه به جا کردیم. گرانت پرزیدنتی به لایحه نوشتم. ماه ایون باید تیان. اینجا نه تنها پنیر بلکه تورگ، روغن و قیماق استحصال می شود. برنامه امروز رو با همین مطلب به پایان میبریم. تشکر برای با ما بودن. فردا شما رو در برنامه انتظار میمونیم. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری هر یک شما باشید.